اسکرول کردن هم میتونه باعث رشد پیج شما جذب فالوور بشه. امروز میخوام به شما بگم چجوری با استفاده از اکسپلور گردی و اسکرول کردن پیجتون رو رشد بدی و جذب فالوور بکنید. این در حالیه که اکثر اعتقاد دارن اکسپلور گردی باعث وقت تلف کردن میشه. اما نکته مهم اینجاست شما تا وقتی مصرف کننده یه سرویس یا کالا یا هر چیزی نباشید نمیتونید تو اون زمینه ایده پردازی بکنید و تولید کننده اون موضوع باشید. دقیقاً مثل این میمونه که شما یک کارگردانی باشین که هیچ وقت خودش فیلم ندیده. پس این دفعه که داشتی اکسپلور گردی میکردی و روی یه محتوا واسطی حتما از خودت بپرس که چی شد من روی محتوا واسطادم؟ چه نکته جذابی برا من داشت که باعث شد روش صبر بکنم؟ آیا دوستش داشتم یا صرفاً به خاطر کنجکاوی روش واسطادم؟ آیا این محتوا باعث میشه که من برم توی پیجشون و فالوشون بکنم؟ جواب همه این سوالا به شما کمک میکنه تا بتونید یه محتوای وایرال درست بکنید. پس اگر با دقت و آگاهی انجام بشه